ویدیوی امروز همونطوری که از تامنیل و کپشن فهمیدین قراره بریم با ماشین جدید بچه‌ها رو سورپرایز کنیم، اما شما هم قراره سورپرایز شید چون بهتون قرار نیستشون بدم ماشین کجاست. حالا بریم به بچه‌ها زنگ بزنیم ببینیم کجان که با ماشین بریم دنبالشون و ریاکشنشون رو بگیریم. بریم دنبال رسیبکس. الو سلام، چطوری؟ خیلی مخلصم. چطوری؟ قربونت، کجایی؟ من سر ویدیو. من یه کوچه فاصله داشتم تا خونتون. من الان کوچه بالاییتونم. تو جواب مردن 2 تا خیابون فاصله. اون ما نزدیکی باش بیا. فقط دردسری. خب آقا محمد لوکیشنی که داده این اتومات که نیست. نه اتومات خیلی بده، میدونی که. چرا؟ اتومات خیلی بده. چون تو دنده‌ای داری. چی؟ فرمونی که یه ورش شوشو داره. آقا مبارک باشه. اگه گفتی اسم این ماشین چیه؟ چون بچه‌ام نمیدونن اسم این ماشین چیه. نگفتی؟ نه. فارس. انتظارها بالاخره به پایان رسید. آقا ماشینی که ما گرفتیم چون میخوام اذیتش کنم فعلا نمیخوام بگم. آجی تو این آفتاب نمیسوزی؟ ماشینی که گرفتیم شاهین جی توربو پلاس مکس پرو این ویدیو رو احتمالاً بعد از اینترو ویدیو ببینید. واجب بود که الان بیام انجامش بدم. اولین کاری که انجام دادیم این بود که شیشه ها رو دودی کنیم. شیشه هاش از دل منم پاک‌تره، بعد خورده تغییرش میدادیم و خیلی واجب بود. اینو اول اوکیش کنیم. وضعیتش الان اینه. نکن اصلا انگار نه انگار. این شیشه ها رو که دودی کردیم میریم سراغ ادامه ویدیو. آره گفتم این تیکه ویدیو رو هم بگیرم که ببینید چه جوری شد که ماشین دودی شد شیشه. اینجا آیتمای فراوانی هست برای دیتیلینگ ماشین دیگه. کلا اینجا اینم که بریم این برام به یه دونه از این گاراژ آدم باید خونش داشته باشه اینجوری. این چیزا چیه جبا؟ کاور ماشینه؟ آره اینام کاور ماشینه. یه مشکیشو بر ما میزنی بی زحمت؟ حالا داره میشه کم این داره اینجوری میشه. اینم که من تو خوش سر و بسترین حالت ممکنم دیگه. نه آرایشگاهی نه چیزی. اون تیکه بعدی از ویدیو که الان دیدید تو کامنت ها بنویسید اون موقع رفته بودم آرایشگاه یا نه. سایپا مطمئن دوباره. شیشه عقب اینجوری شد. خودداری باحال شد. از داخل نگاه چه دیدی داره؟ از بیرون ولی خیلی مهمه که شدیدی که میزن جنسش خوب باشه. از داخل دیدش خیلی زیاده، از بیرون اونقدر دید نداره. این خیلی مهمه تو شیشه دودی ها. رو بقیه هم بزنی قیافه ماشین عوض میشه. این که خیلی عجله داشتم واسه این چون واقعا چیز واجبیه. انگار مثلا طرف تو ماشین نشسته کناره. اینجا رو نمیدونم صاحب قبلی چیکار کرده ولی رنگ نداری؟ سفر عقب هیچی؟ دیگه خودم دست به کار شدم. خیلی داغ به نظر میرسه دوستان. الان که خیلی فنی ام میدونید دیگه. از قبلا 5 سال دودی می‌زدم. خاموشش کدومه؟ چه دودی آبیه؟ خیلی خفنه اینجا. وسیله زیاد هست. البته زیاده واسه تلفن گفتی میخواد؟ تلفن دودی. این اصلا اینم که میخوره خیلی زیاد نه؟ آره شفافتر. خود شفافتر بشه. اونم احتمالاً میندازیم. خب آقا این چه عقبا اینم خوشون شد یا آخرش فقط مونده همین ولی بزنیم و تموم میشه. الان نگاه کن چقدر فرق کرد. این شیشه ها رو جلویی ها رو یه کوچولو دقت کنید روشن‌تره. آره جلویی ها کم 5% اینا روشن‌تره. هم واسه اینکه دیده به راننده باشه همین که دیده راننده بازتر باشه. اینا تیره تره، اینا یه کوچولو روشن‌تره. این شد پایان کارش. به این شکل دیدش به بیرون و دیدش به داخلش هم که اینجوری شد قشنگ تاریک و مرتب. بعد اون علامه برم جا بزنم اونجا. خواستم ویدیوی ماشین یه روز دیگه بگیرم ولی نمیشد اون تایم بیام. بعد این تایم حتما میومدم برای ماشین که شیشه هاشو دودی کنم. برای همین دیگه اینجوری یهویی شد و الان گرفتیمش.
اینا پایان کارشه. اینا رو همونطور که گفتم اینا روشن‌تره، فرقشون همچنان نیست ولی دید راننده خیلی بازتر میشه. کلا قیافه ماشین عوض میشه دیگه، خیلی مهمه اینجوریه. نه کارمون هم اینجا تموم شد، بریم دیگه برای ادامه ویدیو. نظر چیه؟ چنگی به دل نمیزنه، کپی بیادش سر تو سایپایی، یه آنالوگ خیلی دکمه، اصلا دکمه بیا بوق تراکتور، پلاستیک خشک، پلاستیک خشک، ماشین به درد نمیخوره، بازی میکنه. ببین امنیت بطری شما کجاست؟ بازی میکنه. بی تو بی تو بی تو بی تو. نه اونو بیار تو. آها آجی اسم بگم آرایشگرم من. چلاج بگیر عقب مونده. الان من تو چیزم امنیت هم نداره بچه‌ها، نکن کلیس اینجا تو جیبتون باشه اونجا ماشین روشن میشه. ولی ظریف کاری مهندس ایرانی همیشه جای تقدیر داشت. شاید در کلیات ریده باشم ولی در جزئیات بازم ریدن. نهایتش یه سایپا اینجا. نه بابا چه حرفی داری میزنی؟ چرا انقدر دست کم میگیری؟ یه سایپا هم میگیری. اینجا که کلا همونجوری که محمد گفت پلاستیک خشک واقعا، یعنی چیز جالبی براتون نذاشته. بشین صندلیشت بره، صندلیشت بره بشین. یه چیزی که خیلی تو این ماشین اذیتم کرد و خیلی صداش زیاده. خوبه دیگه میفهمیدی. بیش از حد صداش زیاده. الان تو بیرون وایسا. خیلی بلنده. خیلی بلنده. الان خدایی هر ماشینی اینجوری نیست. این نکن. نه حاجی ما ماشینمون که مثلا 95 و اتومات و اینا خیلی کم صدا دستیش. حتی سمند خودم که ببین این که همیشه اندروید کار پلی داره. کار پلی نه گفتم آره آقا اینجوریه. این دکمه ها رو نگاه کن، هر بار که میزنی احساس میکنی قراره بشکنه. خب پیانویی مشک پیانویی. حالا اونا رو که ولش کن، این که اینم ولش کن. نه اون همه جا همینه. تعریفی نداره. یا عقب بشین. این خیلی مهمه. هیچ کدوم از اینا اتو نیست. سمند مدل 83 بژ رنگ سفارش مدیرانم اتو داره. شیشه رانندش اتو، ولی این رانندش هم اتو نیست. ایران خودرو فن. داش برسکات بلسپت میدی مادرس. باکش چند لیتره؟ 47 لیتر. جدی میگی؟ سمند مدل 83 سفارش مدیران بژ رنگ من باکش 60 لیتره. یه نفر با قده سالاری ریویو 186. آها یه نفر با قده 186. تو چند نفر؟ سال ریویو 186. تو چندی؟ 178 اینا باید. قشنگ اوکی ام، راحتم، خدا شکر. این قضیهش خوبه. این نمیدونم چی کاپ هولدر داره. بچه ماشین 5 گرم 2 سرده. میتونید این عقب کمربندتون رو ببندید. یکی از مهمترین آپشن. حاجی صندلی عقب کاپ هولدر دار من ندیده بودم. شما عقب میتونید کمربندتون رو ببندید. حاجی چرا اسپیکرش این پشت نیست؟ نداره، 4 تا رو در داره. چرا؟ اینم جزء آپشنایی که واسه افرادی که عقب میشینن گذاشتن. جدید کاتالوگ نوشته بود؟ آقا برای باز کردن صندوقش اینا یه آپشن خیلی حرفه‌ای دارن. خاطر میاری این زیر. خاطر میاری این زیر. صندوق باز میشه. خیلی این آپشن. چه نمی‌تونی کامرامن خوبی باشی؟ حاجی من فقط یوتیوبر خوبم. بچه‌ها تو صندوقش یه چند تا خطیب میتونید جا کنید. نکن. برم. آره ببین برای اینکه فضای صندوق بهتون نشون بدین بیشتر برو بیشتر. بچه‌ها مثلا 2 تا خطیب جا میشه دیگه. حاجی حجم من از حجم باک ماشین بیشتره. با تو بوده. اما میشه وقت ما رو نگیری. آقا اینجا میتونیم 2 تا خطیب جا کنیم، یعنی 2 تا. واقعا 2 تا نمیشه. شاید یه من و یه تو. ببندم ببین. حاجی کلام خورد به این. خیلی استفاده کفشه. نه تو نسو. قرار نیست درت بیارم. من فقط خواستم کفشاتو بهت بدم. خب بچه ببینید اینجا توربو. یا چه چیزا رو این حلزونه رو حلزون شاهین خلاصه شما شناسیش بچه باید بساش بیمه بدن نکن برون بر آنباکسینگ میخورم اینو. با ماشین آفرود رفتی؟ آره من چیز بودم، تور کبیر بودم با ماشین. آره بچه یه دونه موتور 2.8 لیتری توین توربو. نه روغن داری آجی.
یه دقیقه بزن اینو من یکی چک کنم برگرد. تو هم دیدی چالش رو؟ حالا ما که نداریم ولی آره. قاب موتور همه ماشینا دارن. نیستم قاب موتور رو بعد چیز بردو ها در بیار. بلند کن تماش. کل موتور همینه. کدوم یوتیوبری برمی‌داره براتون؟ ماشینو میشکافه. میشکافه. توربوش کو. توربوش اینه. خیلی مخلصیم. یه موتور M15 توربو M16 نیست. خیلی این حرکتان زشته میدونم. اذیت نکن خودتو زیاد میدونی. ما یه چیزی که راجبش صحبت نکردیم سیستم صوتی این ماشین بود. سیستم صوتیش بچه‌ها هارمن کاردنه. وایسا من آهنگ دارم خودم خوندم. اون که کپی رایت هم داره اونو ورش کن. دو تا سال بشه آهنگ خوندم من اونو فقط چرا؟